قرار راجع به یه زوج تیک تاکری صحبت کنم که توی یوتیوب هم فعالیت میکردن. اونا با هم دیگه اول دوست بودن، بعد یه مدت ازدواج میکنن. این زوجی که دارم میگم آنا و علی آولبان. علی و آنا با هم دیگه زندگی خوبی داشتن توی تیک تاک، توی اینستا. همیشه مثل خیلی از زوجایی که تو ششم فرو میکنن یه زندگی خوب و در حال رقص و خنده و یه بچه و که به سن مهد کودکی رفتن بوده بچهشون. آنا و علی مثل این که آنا سال 2018 بهش میگه که از خونه من برو بیرون و اونا با همدیگه یه جورایی دیگه رابطهشون خراب میشه. علی گوش میده و از اون خونه میره بیرون، توی هتل زندگی میکنه. به گفته خود علی 3 روز بعد به صورت مخفیانه وارد خونه میشه و توی لپتاپ دخترش شنود نصب میکنه، یه برنامه شنود نصب میکنه. برنامه اونقدر جدی نبوده که مثلا نگاه کنی نفهمی متوجه نشی، اما چون بچهشون سنش کم بوده متوجه نمیشده درست و چیزی زیاد بلد نبوده، توی آیپدش شنود نصب میکنه. وقتی میره هتل چند روز بعد متوجه میشه که از همون شنود متوجه میشه که آنا با یه آقایی توی خونه است. اونم بدون اینکه به هیچی گوش بده، به هیچ حرفی گوش بده، اسلحه‌شو میگیره و میره توی ساختمون. این اتفاق توی سندیگو اتفاق میفته و جالبه بدونین که وقتی وارد هتل میشه، هتل 32 طبقه بوده، میره بالا و به آنا از جلو شلیک میکنه و همچنین به اون پسری که توی خونه بوده که 28 سالش بوده، چون آنا 27 سالش بوده. خیلی جاها میگن که ریبن بارون 1 سال از آنا بزرگتر بوده، پس میشه 28 سال. به آنا و به ریبن بارون به هر دو شلیک میکنه. بعد از شلیک مستقیم به مادرش زنگ میزنه، میگه که من آنا و یه مرد دیگر رو کشتم، احتمالاً منو دستگیر کنن و میره دنبال دخترش توی مهد کودک. و بهش میگه من این کاری بدی کردم و احتمالاً منو دستگیر کنن. خیلی زود بعد از نیم ساعت توی بزرگراه شلوغ علی رو دستگیر میکنن و علی یعنی خیلی جالبه که خیلی زود اعتراف میکنه که آره من اونا رو کشتم به خاطر خیانت. اما بعداً متوجه این میشیم که رابطه ریبرن بارون با آنا یه دوستی کاملا معمولی بوده. یعنی به خاطر یه دوستی کاملا معمولی زنش رو کشته، فقط به خاطر اینکه زود قضاوت کرد. علی دستگیر میشه توی دادگاه، خیلی گریه میکنه، یه جورایی انگاری پشیمونه، به خصوص وقتی که شنیده اونا فقط دوست معمولی بودن. دادگاه یعنی قاضی اون پرونده به علی میگه تو دیگه نباید با خانوادت، به خصوص با دخترت، در ارتباط باشی، چون تو یه آدم خطرناک هستی. و بعد خانواده علی برای علی میخوان وثیقه بذارن که بیاد بیرون یا مثلا کمش کنن هر طوری که شده، ولی قاضی پرونده به علت اینکه گفته تو آدم خطرناکی میتونی باشی برای جامعه و به خصوص برای دختر و خانواده خودت، نپذیرفت و اینکه تا آخر یعنی حکم حبس ابد گرفته. و میدونین چی جالبه؟ اینکه به خاطر یه سوء تفاهم یه قتل اتفاق افتاده، 2 نفر مردن و یه زندگی به هم ریخته فقط به خاطر اینکه سوء تفاهم شده. و یه چیز عجیب تر هم این که همیشه توی فضای مجازی اون چیزی که نشون میدن واقعی نیست. من چند تا کلیپ از آنا و علی میذارم که ببینید خودتون چقدر خوش و خرم و کلا زندگی عادی داشتن. اما وقتی تو میری توی داخل ماجرا، وقتی جزئیات ماجرا و زندگیشون میشنوی، متوجه میشی که حتی علی سلامت روان هم نداشته. یعنی شما فکر کنید به خاطر این که فقط یه آقای داخل خونه اومده هر دوتا رو کشته. یعنی حتی منتظر نبوده که مطمئن بشه اون آقا کیه، فقط صدا رو شنیده، گلوله رو برداشته، تفنگ رو برداشته و رفته. واقعا فکر نمی کنم دیگه بیشتر از این احتیاج به توضیح باشه. فقط میخوام بگم همه اون چیزی که توی تصویر میبینین واقعیت نیست.
خیلی دوستتون دارم. اسم من عالمه است. از این به بعد قرار هفته 3 تا ویدیو راجع به اتفاقای جنایی که میفته یا ترسناک براتون توی کانالم بذارم. خوشحال میشم اگه خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید و حمایتم کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.